من توی همین بلوک B2 میشینم. این در واقع من نزدیکترین آدم به پارکوریستای اینجا هستم، چون هر روز که میام برم شیر بخرم، ماست بخرم، دو سه تا حرکت از اینا میبینم و میرم. علاوه بر اون چون ورزش من شیرجه بوده در دوره خیلی جوانی، برای همین با اون مجموعه 5 تا خانواده پشتک، وارو، فرنگی، مهتاب و بالانس خیلی خوب آشنایی داره. و الان داشتیم با یکی از بچه‌هایی که مربیای کرمانشاه و رئیس پارکور اونجا صحبت می‌کردیم. نکته خیلی جالبی که میگفت اینه که توی شیرجه همه این حرکات با سر توی آب زده میشه و اینجا روی اسفالت. این نکته خیلی زیباییه دیگه. برای همین من خیلی دوست دارم، همیشه میام. فقط آدم متاسف میشه وقتی که این شرایط رو می‌بینه، این همه آدم با استعداد اینجان و این همه تماشاگر مشتاق، حتی براشون یه دونه جایگاه تماشاچی وجود نداره، یه جای خوب برای اجرا کردن وجود نداره. این خیلی چیزه باعث تأسفه. دوتا نیستون که تا کردی؟ خب اولین تیم شرکت کننده رو خانم نیکوکار انتخاب میکنن. تیم فلایبوی، تیم مسی جان، تیم دوم، تیم سوم گرند مستر به افتخارشون تیم نیجا خیلی عالیه، باریکلا حساب. میرم بالا. بله دو تا از عزیزانه که واقعا از بنیانگذاران این رشته ورزشی هستند توی تهران و ایران، به صورت نمادین این تیشرتاشون عوض میکنن. میخوان اینجا بگن که پارکور اسم و بس نداره، فقط پارکوره. به افتخار همشون. به جای دیگه دارم بدیم. نگیر آقا، نگیر. محسود تموم شد. داره برگزار میشه که کنسل شد یعنی الان دیگه تمام شده. یگان کنسل شد دیگه، تموم شد. هیچ، همه ملت اومدن جلو، زنگ زدن گفتن تا 20 دقیقه دیگه باید جمع. کاتانه یا جمعه شوشه هیچی، هماهنگی، مشکل هماهنگی. ریختن تو زمین مهم نیستش، بعد کارو سریع شروع کنن که اینجوری نخوابه.
از ساعت 8 صبح ما اینجا داریم اینجا رو مرتب میکنیم تا آخرش بگن تموم. آیون بفهمه تمام. بده برم بیرون. بذار این فستیوال رو تقریبا 1.5 ماه که دارم واسش تلاش میکنم. یهو به ما اطلاع دادن که از طرف ستاد کل اعلام شده که سریعا باید این جریان تعطیل بشه. اینکه جوابی ندارم، نمیدونم چی شده و اینکه نمیدونم به بچه‌ها چی بگم. ما از مشهد تیم دعوت کرده بودیم، از گرگان تیم دعوت کرده بودیم، اصفهان، تبریز، کرمانشاه. فقط یه تیم کرمانشاه با پول خودشون 400,000 تومان خرج کرده بودن که بیان برسن به فستیوال. از طرف خودشون هیچ کسی حمایتشون نکرده بود و میدونی تو گلوی همه موند و من نمیدونم دیگه نتیجتا اگه اینا برمیگردن شهر خودشون، اینی که توشون مونده رو یا باید با خشمشون خالی بکنن یا برن با مواد خالی بکنن یا باید برن 4 نفر دیگر رو بزنن. نمیدونم دیگه، نمیدونم نتیجهش چی میشه، ولی هر چی میشه منفی میشه، چیز مثبتی از آب در نمیاد. ما احتیاج به پشتوانه داریم. پشتوانه هم هستن، همه مسئولین پشت ما بودن ولی بازم نمیدونم، یعنی وقتی مجوز داریم، وقتی که همه پشتمون، وقتی نیروی انتظامی پشتمونه، چطور ممکنه که یهو اعلام بشه که تموم؟ در صورت هنوزم من آدم خوشبینیم، همیشه قسمت روشن رو نگاه میکنم و اینکه تسلیمم نمیشه.